این آقا که میاد چشمنده میگه 3-4 هزار نفر، آقا بابا ببخشید 11 میلیون نفر که فقط همین که خودتون اقرار کردیم ما مساوی رأی دادن. چقدر که تا همین انتخابات به بعد از شما ریزش پیدا کرد. من یه لیست الان دستم دارم 8000 نفر از 22 بهمن به این بعد تقاضای عضویت در جنبش جمع یاران در ایران کردن. خب اینا کجا میره؟ 8000 نفر که همشون نظامی هستند، از ارتش سپاه و ارگان‌های دولتی. اینها میدونستم ولی میرم تو دست اجرا، یه قاضی، یه دونه نمیدونم مثلا مدیر کل اقتصادی، یه دونه نمیدونم مدیر کل نمیدونم حالا فلان قسمت بازرگانی، یه آقا در وزارت بازرگانی بابت فقط صدور مجوز جهت اطلاع 32 میلیارد تومان کاسبی کرده بود. سردار قربونت برم، نگرش دار، برای اینکه ما بله بیشتر از 7-8 دقیقه دیگه من وقت ندارم. خوب شد. نه خیلی خوب شد سردار. ای دریغا مرحمی. نه بعد سردار رو باید کوکش کرد، باید همینجوری کوکش کرد تا یه دفعه بریزه بیرون. توی با هم که میشستیم هم همینجوری بود. یه دفعه من انگولک مثلا یه شیرجنامی رو من میگفتم خدا شاهده اصلا ما صحبت شیرج، من یه دفعه دم از دهانش اومد بیرون، یاد این خانواده افتادم که چقدر این مرد به اینا ظلم کرد، چقدر ظلم کرد و این ظلم هنوز ادامه دارد. در حال ممنونم ازت عزیزم، مرسی. شما تو وبسایت من نگاه کنید، من گذاشتم سندشو. اینا در یک زدبند های شیرج با وزارت مسکن 200 میلیارد تومان رشوه گرفته. من امضا و سنداشو گذاشتم تو وبسایتم. شما به همین بگیم به خانمش به نگاه بکنه. بله شما برم معذرت میخوام. ممنونم سردار، آرزو میکنم حالت دفعه آینده بهتر از حالا باشه و خداوند حفظت بکنه که بتونی بیای مردم ایران رو آگاه بکنی. هموطنان ما دلی پر درد دارن و در جستجوی دلی پر دردن که بیاد براشون بازگو کنه. ممنونم ازت، به خدا میسپرم تا برنامه بعد. خدا حافظ. خب بعدم نشد، در حال برنامه ما بیشتر صحبت با سردار بود، ولی چون شما هم به من گفته بودید آقا کوچی شد سردار میخوایم باش بیشتر صحبت کنیم، من یه سری مطالب بود. اولا به همه جوانای وطنم این مژده رو بهشون میدم، خدا را شکر که این برنامه رو آمریکایی‌ها قبول کردن و الان مسئله، فکر نکنید همین جوری اتفاق افتاد، وزارت خزانه داری آمریکا یه دفعه اومد همینجوری ساده گفت این تجهیزات کامپیوتر رو این برنامه ها و اینا میشه به ایران بره. نه، زحمت کشیده شده، آدم هایی روز و شب نشستن، نامه نوشتن، برنامه ریختن، در ملاقات های خصوصی گفتن و الا